عزیزان گرامی، فضل الهی دریای بیکرانی از رحمت، مهربانی و بخشایش است که بر بندگان خدا چه نیکوکار و چه گناهکار جاری می‌گردد. فضل خداوند چیزی بالاتر و فراتر از عدل است. عدل یعنی هر کسی آنچه را که شایسته‌اش است دریافت می‌کند، اما فضل یعنی انسان چیزی را می‌گیرد که هرگز شایسته‌اش نبوده و تنها اثر لطف و مهربانی خداوند متعال بوده است. خداوند با فضل خود گناهان بندگان را می‌بخشد، درهای امید را باز می‌کند و در سخت‌ترین لحظات زندگی روزنه از نور و آرامش را در قلب انسان‌ها می‌تاباند. اگر تنها به عدل خداوند تکیه می‌کردیم، شاید هیچ کدام از ما و شما مستحق نجات و رحمت نمی‌بودیم. اما این فضل او است که ما را امیدوار و زنده در مسیر بندگی نگه می‌دارد. قرآن کریم بارها از فضل خداوند یاد کرده است. والله ذو فضل عظیم. خداوند دارای فضل بزرگ و بالایی است. فضل الهی بی پایان است، محدود به قوم، زبان یا منطقه خاصی نیست. مهم نیست چقدر سقوط کرده، مهم نیست چقدر گناه کرده، مهم نیست چقدر ناامید و مایوس شده. اگر قلبی از توبه و امید داشته باشیم، فضل الله متعال ما را برمی‌سازاند و بر راه راست و روشنی هدایت